ساکن 41 ساله پایتخت به آن گمان بر می شود که از ساکن 44 ساله شهر وعده 6 ماشین را برای فروش گرفته تا حال 442,000 سومانی پول این ماشین ها را نداده است. نسبت مرد 41 ساله ساکن پایتخت پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. نامبرده بارای فریب به باوری مرد 44 ساله ساکن شهر وعده در آمده از او 6 عدد автомашина های گوناگون تمغه، ولوو، مرسدس بنز، اکتروس، من، BMW و مرسدس بنز را نرخ گذاری کرده گرفته به شخصان دیگر فروخته مبلغ به دست آورده را به منفعت شخصیش صرف نموده است. ضرری رسانیده شده 442,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. همچنین هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 40 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردارهای قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده سال 2020 بارای فریب به باوری مرد 37 ساله ساکن نویه رودکی در آمده از او منزل استقامتیش واقع در نویه رودکی را به مبلغ 300,000 سومانی، 2 عدد автомашина های تمغه BMW X5 و تایوتا کریستا را نرخ گذاری کرده گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. ضرری رسانیده شده 375,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه فردوسی با عریضه مرد 47 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که سال 2015 مرد 37 ساله و مرد 47 ساله ساکنان شهر وحدت بارای فریب به باوریش در آمده از او 1 عدد автомашина تمغه لکسوس 350 را به مبلغ 13,000 دلار امریکایی نرخ گذاری کرده گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیدند. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند در نتیجه سنجش اوید به نوار شبکه‌های اجتماعی که در آن شخص نامعلوم دارنده 3 عدد سگ‌های ذاتی نمسی افچار که گویا در کوچه‌های شهر خوجند به جراحت رسانی و نابودسازی سگ‌های کوچکی مشغول است معین نمود که این رفتار ناراحت کننده از جانب شهروند تیمورف عطا جورایویچ سال تولدش 1975 استقامت کننده شهر خوجند کوچه دورانبک احمدبیکوف انجام داده شده است. پنگشتن نوار مذکور در شبکه‌های اینترنتی و شرح و ایرادهای استفاده برندگان سامانه‌های اجتماعی میلیس شهر خوجند را وادار نمود که شخصیت اشتراکچی حادثه را جهت پیشگیری چنین عملهای نامطلوب معین نمایند. مورد ذکر است که شهروند عطا تیمورف گرفتار بیماری روحی بوده از سال 1995 تا این جانب در قید مرکز بیماری‌های روحی روانی ولایت سوخ قرار دارد. نامبرده قابلیت رانکنی سگ‌ها را داشته جهت آموزیدن و تربیت سگ‌های خانگی به شهروندان خدمت می‌رساند. 3 عدد سگ ذاتی نمسی افچار که در نوار انعکاس یافته نیز به دیگر شخصان تعلق داشته تنها به خاطر تربیت و رانکنی در اختیار او گذاشته شده بود. به معلومات شهروندان می‌رسانیم که حالت گویا همروزه مشغول شدن به نابودسازی سگ‌های کوچکی از جانب عطا تیمورف در شهر خوجند واقعیت نداشته تنها عمل یک دفعی نبود که با مساعدت جامعه شهروندی آشکار و پیشگیری کرده شد. عین حال شهروند تیمورف عطا جورایویچ بازداشت و برای تبابت به مرکز بیماری‌های روحی روانی ولایت سوخت دسترس کرده شده است.